دکتر خلیلی هستم. دوست داری بدونی چه عاملی گلبولهای سفیدت و ارتشت رو میکشه؟ برات مهم نیست؟ اون چیه که وقتی وارد بدن میشه گلبولهای سفید غشاشون پاره میشن، محتویاتشون میاد بیرون و خروج اون محتویات التهاب ایجاد میکنه و گلبولهای سفید رو مجبور میکنه عوامل التهابی ایجاد کنن، MS، آلزایمر، پارکینسون، سوریازیس، روماتیسم ایجاد بشه. اون چیه که ما میخوریم و باعث میشه تکثیر گلبولهای سفید ما متوقف بشه و نتونن مهاجرت کنن به سمت میکروب و سلول سرطانی و وقتی ناگهانی وارد بدن میشه گلبولهای سفید ما فداکاری میکنن، اون سم رو میخورن که اون وارد چشم یا مغز یا بافتهای ما نشه و این باعث میشه دیگه از بین برن و خودکشی کنن. اون چه عاملیه که خطرناکترین و کشنده